سلام بینندگان عزیز، صبح بخیر. برنامه نوید بامدادی رو میبینید. امروز جمعه 17 ینور است و من عبدالله اشرف هستم در خدمتتان. ساعت به وقت شهر پراگ 7 صبح است و در چند دقیقه دیگر شما را با تازه ترین اخبار تاجیکستان و جهان آشنا میکنم. برنامه را با خبرهای آخر جهان شروع میکنیم. نظامیان ایالات متحده آمریکا میگویند در پی حمله‌های موشکی ایران به پایگاه آمریکایی در عراق مغز سری 11 سرباز آمریکایی اذیت دید و بعضی از آنها تا هنوز زیر معاینه طبیبان قرار دارند. پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ گفته بود که بر اثر حمله 8 ینور به پایگاه الاسد عراق یگان نظامی آمریکایی آسیب ندیده است و ضرری رسانیده موشک‌های ایران خرد و یا مینیمالی میباشد. کاپیتان بیل اوربان سخنگوی ستاد مرکزی نیروهای ایالات متحده آمریکا روز 16 ینور درباره معالجه سربازان اطلاع داد. 2 نفر فعال جامعه شهروندی و حامی حقوق مهاجران در روسیه که نیت داشتند در انتخابات پارلمانی تاجیکستان شرکت ورزند از این تصمیم خود دست کشیدند. عزت امان و جانی سفرزاده 2 نفره که به نمایندگی از مهاجران در انتخابات پارلمانی ماه مارس در تاجیکستان اشتراک کردنی بودند از رأی خود گشتند. آنها میگویند پیش از آن که به تاجیکستان آمده برای ثبت نام سند پیشنهاد کنند با مانعه ها روبرو شدند. مسئولان کمیسیون مرکزی انتخابات گفتند که تا این دم یگان مهاجر به حیث داوطلب کرسی وکیل مجلس نمایندگان مراجعت نکرده است. عزت امان و جانی سفرزاده 2 فعال مهاجران در روسیه 5 ماه پیش در شبکه‌های اجتماعی اعلان کرده بودند که نیت اشتراک در انتخابات پارلمانی را دارند. این 2 فعال مهاجران میگویند با دلایلی که از آنها وابسته نیست از تصمیم خود دست کشیدند. عزت امان گفت پس از اعلان تأسیس حزب و تصمیمش برای شرکت در انتخابات فشار بالای خانواده‌اش آغاز شد و پیام‌های دریافت کرد که او را موقتا از رفتن به تاجیکستان باز می‌دارد. بنابر حساب‌های رسمی کمتر از 1 میلیون شهروند تاجیکستان در روسیه کار و زندگی دارند. موضوع نماینده داشتن مهاجران در پارلمان در حال به میان آمده است که آنها از بی‌توجهی مقامات به مشکلشان شکایت می‌کنند. جانی سفرزاده فعال دیگری تاجیک می‌گوید ایده اشتراک در انتخابات را با او مهاجران دیگری کاری پیشنهاد کردند. او گفت در صدد تهیه سندها برایش گفتند بیهوده خودش را غم ندهد، چون نفری که 5 سال بیرون از تاجیکستان کار و زندگی کرده است حق نامزد شدن ندارد. قانون‌های تاجیکستان شرکت افراد را که 5 سال در خارج زندگی کرده است در انتخابات پرزیدنتی و پارلمانی محدود می‌کند. با برگزاری انتخابات پارلمانی در تاجیکستان بیش از 1 ماه دیگر وقت مانده است. در 5 سال اخیر بیشتر از 8000 شهروندان تاجیکستان شهروندی قرقیزستان را گرفتند. تاجیکستانیان در سال 2019 از حساب درخواست شهروندی قرقیزستان رکورد گذاشتند. در این باره خدمات دولتی به قیدگیری قرقیزستان روز 16 ینور بر رسانه‌ها اطلاع داده است. تاجیکستانیان در سال 2019 از حساب درخواست شهروندی قرقیزستان در جای اولند و در 10 ماه اخیر شهروندی قرقیزستان را 1219 نفر تاجیکستانی به دست آورده است. همگی در 5 سال باشد 8286 شهروند تاجیکستان شهروندی قرقیزستان را پذیرفتند. در گزارش خدمات گفته می شود شهروندان ازبکستان از حساب درخواست شهروندی در قرقیزستان جای اول را می گیرند. در 5 سال اخیر بیشتر از 12000 شهروند این کشور شهروندی قرقیزستان را قبول کردند. فرمان دادن شهروندی را پرزیدنت قرقیزستان سوارونبای ژینبکوف امضا می‌کند. او بار آخر چنین حجت را ماه دکبر سال گذشته امضا کرده است. از سال 2015 شهروندی قرقیزستان را بیشتر از 22000 شهروندان خارجی به دست آوردند که 82% قرقیز تباران میباشند. بینندگان عزیز، اگر شما خبر، عکس و یا نوار نادری دارید که میخواهید از آن دیگران هم آگاه شوند، پس آن را توسط پیام رسان‌های وایبر، واتساپ و یا ایمو به ما بفرستید. رقم تلفن ما +420 724 05 3959 است. یادآور میشم که این تلفن تنها برای گرفتن پیام ها است. اگر شما خبر فرستادید ما جزئیات آن را از شما پرسان میشویم.
دادگاه در قزاقستان روز 16 ینور تلک تبارک قزاق تبار چین را که در قزاقستان در عبور غیرقانونی مرز ایبدار می شود 6 ماه زندانی کرد. دادگاه مهلت ادای جزای او را از زمانی بازداشت 22 اکتبر سال 2019 به حساب و هر روزی در بازداشتگاه موقتی نگهداری شدن او را 2 روز اعتراف کرد. به این ترتیب قزاق تبار چین از تالار دادگاه آزاد شد. تلک تبارک زمانی از دادگاه بیرون شدن گفت از حکم دادگاه به نهایت خوشحال است. ایبدار کننده دولتی پیشتر از این خواسته بود که تبارک از کشور اخراج شود. تبارک از دادگاه خواست که او را به چین اخراج نکنند زیرا او را در چین شکنجه و مجازات سنگین منتظر است. تبارک میگوید وی همراه با پدر و مادرش در سال 2016 به قزاقستان آمد و حق استقامت در این کشور را پیدا کرد. در سال 2017 وی برای تحصیل به چین رفت اما مقامات چین شناسنامه او را مصادره کردند و وی عملا نتوانست که قانونا به قزاقستان برگردد. بنابراین مرز شکنی کرد و نزد والدانش بازگشت. دوام 2 سال اخیر مقامات قزاقستان نزدیک 10 تن از قزاق تباران چین را به جوابگری جلب کردند که به دلایل امنیتی از چین به قزاقستان فرار کرده بودند. دومه دولتی پالاتای پایانی پارلمان روسیه روز پنجشنبه 16 ینور با 383 رأی موافق نامزدی میخائیل میشوستین را به مقام نخست وزیر آن کشور تصدیق کرد. 41 وکیل از دادن رأی خودداری کردند و کسی ضد نامزدی میشوستین آواز نداد. به دنبال پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین فرمان رئیس حکومت این کشور تعیین کردن میخائیل میشوستین را امضا کرد. همچنین فرمان تأسیسی وظیفه معاون رئیس شورای امنیت امضا و به این مقام دمیتری مدودف تعیین شد. دمیتری مدودف روز چهارشنبه پس از ارائه پیام پوتین در پارلمان روسیه با اعلام طرح‌های پرزیدنت برای تغییر نظام حکومت روسیه از مقامش استعفا داد. پوتین نقطه‌های اساسی این تغییرات را در پیامش اعلام کرد و قرار است در یک همه‌پرسی از مردم نظرخواهی شود. یکی از این تغییرات افزایش اختیارات پارلمان خواهد بود. اعلام تغییرات ناگهانی در این حال میتواند به پوتین کمک کند که پس از پایان دوره فعلی پرزیدنتی در سال 2024 باز اداره این کشور را در دست داشته باشد. میخائیل میشوستین پس از تعیین شدن خود به عنوان نخست وزیر از سوی پارلمان گفت اعضای کابینه خود را در روزهای نزدیک اعلان میکند. میخائیل میشوستین 53 ساله از سال 1997 کارمند دولت بوده. از سال 2010 به این طرف رئیس کمیته اندازی روسیه میباشد. تغییرات در حکومت روسیه در حال انجام می شود که تابستان سال گذشته آن کشور شاهد بزرگترین اعتراضها علیه حکومت طی بیش از 12 ساله رهبری پوتین بوده است. بسیاری از شهروندان روسیه از بدتر شدن شرایط اقتصادی که سبب اصلی آن تحریم‌های غرب علیه آن کشور بنابر بحران کریم و کاهش قیمت نفت است ناراضی میباشند. روز 16 ینور در شهر تاشکند وزیر کارهای خارجه روسیه سرگئی لاوروف با پرزیدنت ازبکستان شوکت میرزیویف و وزیر کارهای خارجه این کشور عبدالعزیز کامیلوف دیدار و گفتگو داشت. دفتر مطبوعات پرزیدنت ازبکستان می نویسد که لاوروف و میرزیویف تحکیم روابط تاشکند و مسکو را بررسی کردند. به قول دفتر مطبوعات میرزیویف ابراز داشت که او از وسعت روابط دو جانبه و همکاری‌های استراتژیکی دو کشور قناعتمند است. لاوروف پیام ولادیمیر پوتین را به رهبری ازبکستان رسانیده است. به قول دفتر مطبوعات پرزیدنت ازبکستان در ملاقات مسئله بازدیدهای رهبران بلندپایه دو کشور مطرح شد. قبل از تاشکند لاوروف از سریلانکا و هندوستان زیارت کرده بود. در مکتب‌های ترکمنستان استفاده تلفن موبیلی را برای خوانندگان و هم برای آموزگاران منع کردند. در شهرها و ولایت‌های ترکمنستان امروزها مجلس والدان خوانندگان برگزار می‌شود. در این مجلس‌ها والدان را آگاهی می‌دهند که آوردن تلفن موبیلی به مکتب برای خوانندگان از این به بعد قطعاً منع کرده شود. در یکی از جلسه های روز 15 ینور در یکی از مکتب‌های شهر ترکمن‌آباد آموزگاران نقل کردند که چگونه خوانندگان در تلفن موبیلی فیلم‌های شهوانی تماشا می‌کردند. همصحبت بخش ترکمنی رادیوی آزادی از ترکمنستان گفته است آموزگاران همچنان نقل می‌کنند که چگونه برخی از خوانندگان برخورد آموزگاران با خوانندگان را در تلفن‌های موبیلی پنهانی ثبت و در شبکه‌های اجتماعی نشر می‌کنند. از همین خاطر به طور قطعی استفاده تلفن‌های هوشمند در مکتب‌ها منع می‌شود. این منبع می‌گوید آموزگاران به والدان توصیه می‌دهند که به فرزندان خود تلفن‌های عادی خریداری کنند.
بینندگان عزیز، در پایان این نشر خبری با درخواست شما همچنان نظری داشتیم به قرب ارز خارجی در تاجیکستان. طبق قرب اسعار خارجی برای امروز که از جانب بانک ملی معین شده است، $1 آمریکایی 9 سومانی و 69 دیرم، 1 یورو واحد پولی اتحادیه اروپا 10 سومانی و 82 دیرم و 1000 روبل روسی 157 سومانی ارزش دارد. اینجا رسیدیم به پایان این نشر نویدی بامدادی. برنامه‌های نو و جالب ما دوام روز تقدیم شما میشوند. ما را همراهی کنید.